درود نثار همه شما هموطنان عزیز. آرزومند صحتمندی و سلامتی همه شما خوبان بیننده هستم. انشالله که ایام بکامتان باشد و روزگار و زندگی طبق میل دلتان بگذرد. امروز در یکی از بزرگترین پروژه های شهر کابل آمدیم. البته پروژه های ساخت و ساز سرک زیر زمینی و پل هوایی برکی که فعلا از بزرگترین پروژه های شهر کابل به شمار میرد و کار ساخت و ساز در جریان است و اکثر کارهایش پیشرفت کرده و پروژه‌ای هست که در مدت 2 سال قرار بود به اتمام برسه و شهرداری شهر کابل هم از پیشرفت خیلی زیاد کارها اطلاعات به ما در دسترس قرار دادن و گفتن که کارش نظر به وقتی که تعیین کرده بودن هم زودتر در جریان است و پیشرفت داشته و کارهای مسابقه‌اش هم در مدت زمان تعیین شده و اتمام خواهد رسید. شما هموطنان عزیز هم با ما همراه باشین، تصاویر و صحبت خود را از این پروژه می داشته باشین. بله هموطنان عزیز، قسمی که شما مشاهده میکنین ما در جریان کار ساخت و ساز پروژه برکی هستیم و صحبت خود را با هموطنان و شهروندان شهر کابل که در این منطقه هستند و از اینجا عبور مرور میکنن می داشته باشیم. سلام، روز شما بخیر. میشه خود را معرفی بکنین؟ بله سلام علیکم، اسم محمد فردوس، در این منطقه زندگی میکنیم. بسیار خوب. چقدر با ساخت و ساز این پروژه میتونه که زمان که تمام شود و پل هوایی و سرک ایجاد شود و شما زمان که عبور مرور میکنین سهولت ایجاد شود؟ قسمی که خود شهرداری هم گفتن حدود 2 سال طول میکشه که 1 سالش هم گذشته و 1 سال دیگه مانده دیگه. برای فعلا کم اینجا بی‌دبار است ولی بعدا خوب میشه به خاطر که سهولت برای مردم میشه. چقدر خرسند هستین از ایجاد این پروژه ها و ساخت و سازهایی که در شهر کابل جریان داره؟ خیلی خوب است برای شهروندان، برای سهولتشان است که زودتر بتونن به یک جای برسن. از بی‌دبار چیزا خوب میشه، کم میشن بی‌دبار. بسیار خوب. به نظر شما که در این منطقه زندگی میکنین کار ساخت و ساز این پروژه تانسته به شما سهولت ایجاد کنه و زمانی که به اتمام برسه خیلی راحت بسازه و ازدحام را کمتر بسازه از اینجا؟ بله ها، خیلی میکنن. به خاطر قبلا هم اینجا وقتی که پل نبود بسیار دمیچاره برکی بی‌دبار زیاد بودن و مردم خیلی طول میخوردن اینجا، ولی فعلا که پل جور شد ازدحام هم کم میشه، زودتر مردم میتونن مشکلات حل کنن. بله قطعا زمانی که پل کار ساخت و سازش به اتمام برسد میتونه شهروندان عزیز از این پل استفاده بکنن و ازدحامی که در این منطقه وجود دارد کاهش پیدا کنه، چون قسمی که شما هموطنان عزیز هم در جریان هستین منطقه برکی منطقه هست که از طرف سرای شمالی، از طرف شار و چندین بخش دیگر شهر کابل از این منطقه عبور و مرور میکنن و وجود و ساخت و ساز این پروژه خیلی میتونه که موثریت خود را داشته باشه و هموطنان عزیز کمک بکنه تا زودتر به همون جایی که میخواین، مقصدی که دوست دارن برسن و برشان سهولت ایجاد شود. به نظر شما چقدر میتونه ساخت و ساز این پروژه چهره شهر کابل را تغییر بده و زیبا بسازیش؟ خیلی زیبا میسازه به خاطر که پایتخت افغانستان است، باید هم زیبا شود و تا جایی که ما میبینیم خودتان میبینید اگر بازسازی شود خیلی زیبا میشه، خصوصا همین چهارراه برکی و دیگه مناطق کابل که کار ساخت ساز هم جریان داره. بله قطعا زمانی که این پروژه به اتمام برسد تصاویر گرافیکیش شما هموطنان عزیز قطعا در سوشال میدیا و صفحات اجتماعی مشاهده کردین که چقدر میتونه زمانی که به اتمام رسید زیبا بسازد شهر کابل را و زیبایی این منطقه را بیشتر بسازد. سپاس از اینکه صحبت کردین. سلامت باشید. قربان شما، سلامت.